عزیز، امروز قصد داریم که از پشت پرده های دریافت وام های میلیاردی که امروز در خبرگزاری ها اومد مهران مدیری و احسان علیخانی از مؤسسه مالی اعتباری سامول الحجج دریافت کردن با شما صحبت بکنیم. این که اصلا این خبر چجوری اومد بیرون، چه شخصی این خبر رو لو داد و اینکه چه اتفاقاتی داره پشت پرده میفته. این شخص کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی دو روز گذشته اومد اخباری رو منتشر کرد و مصاحبه هایی رو انجام داد که کدواژه هایی رو میداد و کیدواژه هایی رو میداد که نشون میداد که این دو شخص وام های میلیاردی رو از مؤسسه مالی اعتباری سامول الحجج دریافت کردند و پس هم ندادند. آقای کاظم پالیزدار اومده بود با خبرگزاری تصنیم صحبت کرد. ما معمولا سعی میکنیم که بعضی از خبرهای خودمون رو رفرنسش رو خبرگزاری تصنیم قرار بدیم. خبرگزاری محافظه کار که معمولا سعی میکنه با سانسور شدید خبری اخبار رو منتشر بکنه. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستش که تیتر جالبی رو انتخاب کرده. چرا رفرنس رو هم از رسانه‌های داخل میگیریم و از خبرگزاری داخل؟ که بگیم که آقا این خبر رو خودتون اعلام کردید، نه به قول خودتون رسانه‌های بیگانه یا رسانه‌های خارج از کشور. تیتر هم این هستش که گفته که مجری معروف تلویزیون بدهکار میلیاردی مؤسسات غیر مجاز هست. این خبر 10 بهمن ماه 96 بیرون اومده، یعنی فکر میکنم هلوش 6 ماه پیش. از قول دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که این فرد اگر بخواد به این رویه ادامه دهد اسمش را در رسانه ها مطرح میکنیم. او چند میلیارد تومان بدهی دارد و دفعه بعد اسمش را مطرح میکنیم. یعنی تریپ احمدی نژاد که میگه بگم و عملا چیزی نمیگفت. و در متن خبر اومده که اسم شومن بدهکار مؤسسات را اعلام میکنیم. 6 ماه پیش گفته که کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح بخشی از مشکلات بازگرداندن طلب مالباختگان مؤسسات مالی گفت بخشی از مشکلات مؤسسات مطالبات معوقه اونهاست. برای بازپرداخت سپرده‌های مردم باید تحصیلات مؤسسات نیز برگردد. بسیاری از این معوقات نیز برای آدم‌های مطرح است، یعنی یا آقازاده ها رو گفته یا آدم‌هایی که مثل مهران مدیری یا احسان علیخانی آدم‌های معروفی هستند. و اینجا اومده خیلی کدواژه‌های جالبی داره. گفته یکی از این افراد را همه کشور میشناسند. هر شب با ظاهر و رفتاری موجه در تلویزیون برنامه اجرا می‌کند. طبیعتاً تنها فردی که 6 ماه پیش هر شب در تلویزیون اجرا می‌کرد مهران مدیری بوده. یک کت و شلوار شیک و پیراهن سفید می‌پوشد. باز هم این میتونه نزدیک به مهران مدیری باشد. زبان انتقادش هم به سمت همه مقامات جمهوری اسلامی برمیگردد که مهران مدیری تو استندآپ‌هاش این کارو می‌کرد. شما اگر خیلی راست میگویی بدهیت را بده. یه تیکه هم انداخته، گفته لازم نیست در تلویزیون مانور بدهی و شو اجرا کنی. این فرد اگر بخواد به این رویه ادامه دهد اسمش را در رسانه ها مطرح میکنیم. او چند میلیارد تومان بدهی دارد و دفعه بعد اسمش را مطرح میکنیم. این خبر رو حالا به نقل از روزنامه همشهری عملت خبرگزاری تصنیم زده. در سکوت خبری رسانه ها بود تا اینکه دوباره خبرگزاری تصنیم اومد یه خبر دیگه زد در تاریخ 27 تیر ماه 97 و گفتش که دریافت میلیاردی دو مجری تلویزیون از مؤسسه سامول الحجج، که باز این خبر دوباره داغ شد. گفته که موارد تخلف پرونده مالی سامول الحجج موردهای عجیبی دارد. پرداخت میلیاردی به دو مجری تلویزیون با عناوین هدیه و تبلیغات. خب این قبلا اومده بود اسم مهران مدیری رو آورده بود، این بار هم گویا اسم احسان علیخانی هم به مؤسسه مالی اعتباری سامول الحجج اضافه شده و اینجا در بند سوم این خبر اومده که بر اساس این گزارش چه موارد تخلف پرونده مالی سامول الحجج موردهای عجیبی نیز دارد. جالبه که این خبر 27 تیر ماه یعنی امروز منتشر شده و ما در برنامه پشت پرده که دیروز این خبر رو یعنی 17 جولای دیروز یعنی 26 تیر ماه اومده بود این خبر از اختلاس 12,000 میلیاردی مؤسسه مالی سامول الحجج صحبت کرده بودیم و اسم احسان علیخانی رو آورده بودیم و تازه خبرگزاری تصنیم یادش افتاد که همچین چیزی اتفاق افتاده. گفته که در تاریخ 14/12/91 و 4/7/92 مؤسسه سامول الحجج دو مبلغ 180 میلیون تومانی و 400 میلیون تومانی را به حساب میم مجری یک برنامه تلویزیونی واریز کرد. خب اینجا میم همون مهران مدیری هستش که ما در کدواژه هم گفتیم و عناوینی که روبروی این اعداد در توضیح دلیل وجه ببخشید ذکر شده است یک کلمه است:
هدیه، یعنی به مهران مدیری یه 400 میلیون تومان یا 180 میلیون تومان هدیه داده. اما رقم هدیه‌ای که آقای مهران مدیری به عنوان هدیه دریافت کرده است در مقابل تسهیلات دریافتی و از سامر الحجج تقریبا ناچیزه. مهران مدیری از مؤسسه سامر الحجج یک وام 2 میلیارد و 900 میلیون تومانی دریافت کرده است که تنها 800 میلیون تومان آن را بازگردانده است، که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی 580 میلیون تومانیش کم کنید. بعد 220 میلیون تومانی هم میرسیم که در واقع از جیب مهران مدیری خرج شده و در مقابل 2 میلیارد و 780 میلیون تومان را هم در حساب خود نگه داشته است. سامر الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون الف عین، خیلی جالبه، مردم رو نمیدونم چی فرض کردن. خب بگید مستقیم احسان علیخانی هم بی توجه نبود و اگر اسامیشون رو بگید دیگه جرئت نمیکنن دفعه بعد وام بگیرن، کلا دوره همن دیگه. بی توجه نبوده و به حساب او هم 3 میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده. ببین ما اومدیم دیروز راجع به مؤسسه مالیات والی سامر الحجج در برنامه پشت پرده صحبت کردیم و گفتیم اختلاس 12 میلیاردی شده و احسان علیخانی باید بیاد پاسخگو باشه به عنوان تهیه کننده برنامه مؤسسه. بعد تهیه کننده اونجا که نمیتونه نقش چوب رو بازی کنه، که وظیفش این هستش در مقابل اسپانسرها استعلامات لازم رو از حراست یا دستگاه امنیتی بگیره و از طرفی باید مدیران صدا و سیما هم استعلام بگیرن. اما جالبه که همه میدونستن و همه سکوت کردن، حتی رسانه ها هم خفه شدن نسبت به این قضیه. بریم این توضیحاتی که من داده بودم راجع به مؤسسه مالیات والی سامر الحجج یک روز قبل بعد تازه خبرگزاری تصمیم یادش افتاد رو ببینیم. با شما هستیم. مؤسسه مالیات والی سامر الحجج کی بوده؟ ببینید احسان علیخانی چقدر آدم زرنگیه. این تیتراژ ابتدایی برنامه ماه عسل سال 1394، لوگو شبکه 3، لوگو ماه عسل و خیر سرشون هم تو ماه مبارک رمضانه. ببینید نوشته گروه اجتماعی شبکه 3 با مشارکت باشگاه فرهنگی ورزشی سامر الحجج علیه السلام تقدیم می‌کند. چون میدونستن مؤسسه مالیات والی سامر الحجج مجوز نداره، اومدن ببخشید دوستان میگم مردم رو گاگول فرض کردن. بعد اینجا نوشتن باشگاه فرهنگی ورزشی، یعنی اصطلاحاً اومدن کلاه شهری گذاشتن و به جای اینکه از مؤسسه مالیات والی استفاده بکنن باشگاه فرهنگی ورزشی استفاده کردن. بعد جالبه میدونید که مؤسسه مالیات والی سامر الحجج یکی از اسپانسرهای اصلی برنامه ماه عسل بوده که انتهای هر برنامه به میهمانها کارت هدیه میداد. حالا ما نمیدونیم تا کجای دنیا به باشگاه دارها کارت هدیه میدن. گوش بدید اینجاش نگاه کنید، این کارت هدیه هستش که دارن به میهمانها میدن. اینجا حسنا خودش هم میگه، گوش بدید. باشگاه فرهنگی ورزشی سامر الحجج علیه السلام یه کارتای هدیه‌ای داره که تقدیم شما می‌کنه. خیلی ممنون شما که روزای خوبتون. خیلی ممنون ما در خیلی شما این تقدیم شما، این هم تقدیم شما باز به نماینده سامر شما بسیار عالی. گفتم باشگاه فرهنگی ورزشی سامر الحجج. بعدش هم جالبه که بعدش هم میگفتم برید حساب باز. حالا آقای توکلی نماینده مجلس نهم که الان در حال حاضر هم عضو اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظامه، خیلی جالبه. میگفتش که این مؤسسه از سال 93 مجوز نداشته. آقای احمد توکلی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه، رو ویدیوش هم میذاریم گوش بدید. شما چرا جلوی برنامه ماه عسل رو نگرفتی و فشار نیاوردی به مدیران صدا و سیما که قشنگ اسم ایشون به عنوان اسپانسر اصلی پخش بشه؟ گوش بدید آقای احمد توکلی چی میگه. یادم میاد سال 1393 بود، من از طرف مجلس 8/9 در شورای پول اعتبار عضو بودم. وقتی گزارش آوردن که این مؤسسه بازرسی بانک مرکزی رو راه نداده، من دفاع کردم از انحلالش. اصلا بازرسا راه نداده. ببینید چقدر پشتش پر بوده. جوازم نداشته اومده اسپانسر شده. گوش بدید. خب ولی برای آورد انحلالش 1 سال و نیم تمام، یعنی از کرکوپر یا یامینپور هم ریخته. برج تیر 93 تا برج 94. حالا میتونید برید مستند رو کامل ببینید. من سعی کردم یک دقیقه از این مستندم رفرنس بزنم که حالا ما تا مستند رو پخش کردیم خبرگزاری تصنیم هم یادش افتاد که باید یه خودی نشون بده. اما خب مهران مدیری این بار اولش نیست. اگه یادتون باشه مهران مدیری درآمد 42 میلیارد تومانی از سریال قهوه تلخ داشت که سریال ناکام موند، جایزه ها رو ندادن. تازه برید تهش هم اگر در بیاد شک نکنید که مالیات رو هم پرداخت نکردن. بعد اومد گفتش که برادران آقا گلیان
جایزه ها رو ندادن، کشیدن بالا و ما حالا اختلاف باشون داریم. و مهران مدیری، البته من خودم در خبرها و چیزی که در کانال تلگرامی برام پشت پرده گذاشتم، یعنی تحلیل خودم این بودش که شک نکنید 100% این خبرها تکذیب میشه. یعنی تا 1-2 ساعت آینده ایمان داشته باشید که میگن آقا این خبرها تکذیب میشه. و یه تحلیل دیگه هم زده بودم که گفته بودم وام 3 میلیاردی. ببین مهران مدیری یک بار در سال 89 90 درآمد 42 میلیاردی که بعدش رسید به 50 میلیارد تومان از قهوه تلخ داشته. یا این رقم خیلی بالاتر از این حرف هاست یا این رقم نیست، که حالا بعد شورای عالی نظارت بر صدا و سیما و دستگاه امنیتی پاسخگو باشن که چقدر شیک و مجلسی میان به این دوتا آدم وام میدن. حالا بعد ببینیم که تو روزهای آینده چه واکنشی رو میبینیم از این دو، و مطمئن باشی تکذیب میکنن. حالا اینا که دست به تکذیبشون خوبه، ولی خب بعد دید تا انتها چه اتفاقاتی خواهد افتاد. مرسی. حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید. بعضی وقتا من میبینم خیلی از دوستان اگه از ویدیو خوششون نمیاد، یعنی چون انقدر اتفاق تلخه و از اون اتفاق تلخ بعدشون میاد، ویدیو رو دیسلایک میکنن. شما اگه از اون اتفاق بعد اونو دیسلایک بکنید، ویدیو میاد پایین و دیگه دیده نمیشه. پس باید لایکش بکنید که بقیه هم ببینن که خیلی از مدیرا دارن چه کثافتکاری میکنن و چه گندایی میزنن. درسته شما در تفکرتون از اون اتفاق بدتون میاد، ولی بعد ویدیو رو لایک بکنید. لطفا حتما شیر بکنید ویدیوها رو. کپی رایت هم آزاد هستش و میتونید از ویدیوها بدون هیچ مشکلی استفاده بکنید، چون هدف اطلاع رسانی هستش که باید این اتفاق بیفته. مرسی از شما.